چشماتون رو ببندین. تصور کنید وسط یه بزرگراه شلوغ و پرهیاهو وایستادین. جایی که فقط صدای بوق ماشینا میاد و شما آلودگی هوا رو با تمام وجودتون حس میکنید. حالا درست وسط همین آشفتگی پلی رو میبینید که ماشینا ازش رد نمیشن. یه پل که تبدیل شده به باغ معلق. پلی واسه قدم زدن، نفس کشیدن و تماشای شهری که از اون زاویه رنگ دیگه‌ای به خودش گرفته. پلی که مردم رو کنار هم جمع میکنه. اینجا همون جاییه که یه زن ایرانی پیدا میشه که با خلاقیت و نگاه متفاوتش معماری رو با زندگی امروز گره میزنه. زنی که توی 26 سالگی چیزی رو خلق کرد که امروز یکی از نمادهای تهران مدرن به حساب میاد. لیلا عراقیان. خب واقعا چطور یه دختر جوان بین کلی محدودیت تونست همچین کار بزرگی رو انجام بده؟ اینجا پادکست چک است. یه قطره صدا از دل زندگی زنها. به دومین پادکست از سری پادکست های مثل یک زن خوش اومدید. اینجا قصه زنهایی رو تعریف میکنیم که زندگی کردن، جنگیدن، جا زدن ولی دوباره بلند شدن. حالا من وارد داستان میشم. سلام، من تارا هستم و توی این پادکست میخوایم با هم بریم سراغ قصه هایی که الهام بخشن، واقعی‌اند و از همه مهمتر ممکنن. امروز قصه لیلا رو با هم میشنویمش. لیلا سال 1362 تو تهران به دنیا اومد. از همون بچگی حال و هوای خاصی داشت. یه گوشه میشست و ساعتها با مداد رنگیاش نقاشی میکرد. ولی جالبه که عاشق عدد و خطکش و مسئله های جور و جور هم بود. به نظرتون بچه‌هایی که عاشق هنرن چجوری دنیا رو میبینن؟ بیاین یه تصویر واسهتون بکشم. تصور کنید که لیلا تو یه روز بارونی کنار پنجره اتاقش نشسته و یه دفتر نقاشی جلوشه و مداد رنگیان پخش و پلا کنار دستش. قطره‌های بارون آروم آروم روی شیشه سر میخورن و میان پایین. اون داره قطره‌ها رو نگاه میکنه، ولی چیزی که اون میبینه فقط بارون نیست. توی ذهنش انگار قطره‌ها مسابقه گذاشتن. انگار یه عالمه دونده کوچولو از آسمون اومدن پایین. هر کدوم که زودتر به پایین برسه همون برنده است. مدادش رو برمیداره و همون تصویر رو میکشه. یه عالمه قطره کوچیک که دارن توی مسابقه بزرگ شرکت میکنن. اینجور بچه‌ها اصلا انگار توی ذهنشون زندگی رو عمیق‌تر و خیال‌انگیزتر میفهمن. ترکیب این دوتا علاقه، یکی منطقی و دقیق و یکی هم خلاق و بدون مرز، یه جورای مسیرش رو مشخص کرد. شاید همون موقع خودش هم نمیدونست که این دوتا دنیا قراره یه جا به هم برسن. واسه همین وقتی دبیرستانی شد بدون شک رشته ریاضی رو انتخاب کرد. سال 1380 وقتی 18 سالش بود تو دانشگاه شهید بهشتی خواست که رشته معماری بخونه. لیلا خودش میگفت که آشنایی زیادی با معماری نداشته و حتی کسی هم توی خانواده‌اش این رشته رو نخونده بود. انتخابش واسه شناخت عمیقش نبود. ولی وقتی وارد دانشگاه شد تازه فهمید که معماری همون چیزیه که همیشه دنبالش بوده. یه ترکیبی از منطق و خلاقیت. جایی که ریاضی میتونه آواز بخونه و هنر میتونه معادله رو حل کنه. بعد از اینکه 2 سال از تحصیلش گذشت، تصمیم گرفت در کنار تحصیلش یه کاری رو هم شروع کنه. با دوستش علیرضا بهزادی شرکت سازه‌های پارچه‌ای دیبا رو تأسیس کردن. ایده‌شون ساده بود، استفاده از سازه‌های پارچه‌ای توی معماری. علیرضا خیلی خلاق بود و به جای اینکه نگران محدودیت‌ها باشه، دنبال راه حل خلاقانه بود. و همین شخصیت حمایتی و رویکرد مثبتی که داشت، این فضا رو به لیلا داد که ایده‌هاشو بدون اینکه از شکست و قضاوت بترسه اجرایشون کنه. شاید اگه علیرضا نبود لیلا یه جایی کارو ول می‌کرد. مدتی با همین ایده جلو رفتن. پروژه‌های کوچیک، کار زیاد، دیده نشدن، سختی‌های مالی. اما لیلا و علیرضا موندن چون ایدهشون رو قبول داشتن.
گاهی اگه یکیشون کمی خسته میشد، اون یکی مسیر رو ادامه میداد. اما داستان از یه جا به بعد جدی‌تر شد. لیلا تصمیم گرفت ادامه تحصیل بده. کارشناسی ارشد در دانشگاه بریتیش کلمبیا. جایی که لیلا با یه نگاه عمیق‌تر با معماری آشنا شد. معماری از دیدگاه انسان محور بودن. اون دانشجوی موفقی بود و تونست جایزه هنری الر که به دانشجوهای موفق معماری میدادن رو به دست بیاره. خود این جایزه نشون میده که پروژهش کیفیت بالایی داشته. انگار که این سفر تحصیلی لیلا هم یه سفر تحصیلی بود، هم یه فرصت که خودش رو بهتر بشناسه، خلاقیتش رو رشد بده و نگاهش رو به معماری عوض کنه. بالاخره دانشگاه تموم شد و لیلا تصمیم گرفت به ایران برگرده. حالا دیگه زن جوونی شده بود با ذهنی پر از ایده و نگاه‌های جدید به سازه‌ها. کم کم پروژه‌های مهمتری وارد زندگیش شدن. اولین پروژه‌ای هم که اون بعد از برگشتش به ایران استارت زد، طراحی و اجرای سازه‌های چادری تو پارک آب و آتش تهران بود. شاید یه پروژه دندونگیر و پرزرق و برق نبود، ولی واسه لیلا و تیم جوانش حکم یه شروع مهم رو داشت. این پروژه به عنوان یکی از اولین تجربه‌های معماریش تو ایران زمینه ساز فعالیت‌های بعدی شد. راستش اون روزا خیلی از کارفرماها دلشون با ایده‌های تازه گرم نمی‌شد. قرار نبود چند تا معمار جوان با فکرای جدیدشون بتونن راحت کسی رو قانع کنن. ولی لیلا و تیمش یه کاری کردن که اون پروژه نه تنها دیده شد، حتی تبدیل شد به یه تجربه موفق و واقعی از همکاری و جسارت. و همین تجربه شد پله بعدی. با همون تیم، با همون انرژی، با همون نگاه تازه رفتن سراغ یه چالش خیلی جدی‌تر. شرکت توی مسابقه طراحی پل طبیعت. سال 1387 بود. لیلا با همراهی علیرضا بهزادی و سحر یاسایی در قالب گروه دیبا توی مسابقه طراحی پل طبیعت شرکت کردند. اما این فقط یه مسابقه معماری ساده نبود. موضوع یه پل بود بین 2 پارک بزرگ تهران. طرح آماده شده بود. طرحشون فراتر از یه پل عبور و مرور بود. پل اونا فقط یه راه نبود واسه رفتن از این سر به اون سر. یه مقصد بود. یه جایی واسه موندن، نشستن و تماشا کردن. یه جوری طراحی شده بود که مردم بگن وای چقدر خوشگل. بعد بایستن، عکس بگیرن و بعد حالشو ببرن. ولی راستش خود تیم هم یه کوچولو شک داشتن، نه به خودشون، به داورا. چون طرح زیادی لطیف و شاعرانه بود. یکم زیادی. واقعی نبود از نظر خیلیا. لیلا خودش بعداً گفته بود فکر میکردم داورا نگاه میکنن میگن قشنگه، ولی خب بذارین کنار، زیادی رویاییه. و ما هم آماده بودیم بگیم عیبی نداره، حداقل یه طرحی زدیم که خودمون دوستش داشتیم. اما یه اتفاق عجیب، طرح برنده شد. تیم دیبا شوکه شد. مثل وقتی یه شوخی میکنی و بعد میبینی شوخیت واقعا جدی گرفته شده، خیلی هم جدی. حالا اون طرحی که قرار بود فقط یه تصویر روی کاغذ باشه، شد یکی از دوست داشتنی ترین فضاهای تهران. برنده شدن فقط شروع ماجرا بود. حالا باید این طرح رویایی رو به واقعیت تبدیل می‌کردن. باید با شهرداری تهران هماهنگ می‌کردن، بودجه می‌گرفتن، مجوزهای لازم رو تهیه می‌کردن. خلاصه که باید هفت‌خوان رستم رو رد می‌کردن. اونا هم همه تلاششون رو کردن و تلاش 2 ساله‌شون جواب داد. و پاییز 1389 بود که ساخت پل شروع شد. البته که چالش‌ها تموم شدنی نبود. خلاصه کلی بودجه واسه ساخت پل نیاز بود. پس قاعدتاً حساسیت هم روی این کار خیلی بالا بود. باید همه چیز دقیق و حساب شده می بود. در طراحی این پل که پارک طالقانی رو به پارک آب و آتش وصل می‌کنه، از معماری پل خواجو الهام گرفته شده و طراحیش ارگانیک و کاملاً سازگار با محیط زیسته. نمونه مشابه اون توی پارک‌های ملی کشورهای فرانسه،
کانادا، هلند، مالزی و استرالیا هم ساخته شده. فرم درختی ستونها و انتخاب اسم طبیعت خودش یه تأکیدی واسه اتصال دو تا فضای سبز. چیزی که توی مسابقه خواسته بودن این بود که پل پیاده‌ای باشه، پارک آب و آتش رو به پارک طالقانی وصل کنه و پل یه نماد باشه و فرمی داشته باشه که جلب توجه کنه و هویتی رو هم به منطقه بده. سوالی که واسه لیلا قبل از طراحی پل پیش میاد این نبود که ساز چه شکلی باشه. کارایی ساز واسه تیم حائز اهمیت بود. تیم چندین نکته رو در راستای طراحی پل مد نظر قرار دادن. اولیش همونطور که قبلا اشاره کردیم این بود که پل باید جایی واسه مونیدن باشه. پس توی طراحی نیمکت‌ها و رستوران‌های دیده شد و فضاهای نشستنی که مردم به اندازه کافی امکان و بهونه واسه گذروندن زمان روی پل رو داشته باشن. در صورتی که معمولش این بود که پل‌ها دو تا اتفاق رو به هم وصل می‌کنن، اما اتفاقی روی خودشون نمی‌افته. نکته دوم این بود که پل بیاد و روی هر دو تا پارک پخش بشه. در سمت پارک آب و آتش دهانه پل کاملا باز میشه و در سمت پارک طالقانی مسیرهایی هستن که از پل منشعب میشن و ما دیدیم که پل‌ها معمولا یک نقطه رو به یه نقطه دیگه وصل میکنن. نکته سوم رازآلود بودن پل بود. پل روی یه مسیر قوسی شکل طراحی شده. قاعدتاً وقتی شما روی پل حرکت میکنی انتهای مسیر رو نمیبینید و این شما هستین که پل رو واسه خودتون کشف میکنید. انتخاب یه مسیر جدید و کشف کردن حس جذابیه که همه آدما ناخودآگاه دوستش دارن و کشف یه گوشه‌ای از یه فضا حسی رو در ما زنده میکنه که شاید خیلی ملموس نباشه و ندونیم که این لذت اکنونمون به خاطر کشف اون گوشه کوچیک بوده. در طراحی پل به خاطر اینکه کمترین آسیب به طبیعت وارد بشه، کمترین تعداد ستون در نظر گرفته شد. آخرین نکته و مهمترینشون یکی بودن سازه و معماری بود. مهندس معمار فرم و فضا رو طراحی میکنه. مهندس سازه با محاسباتش تیر و ستونهایی رو طراحی میکنه که یک سازه رو سر پا نگه داره تا در برابر نیروهایی مثل باد و برف و زلزله مقاومت داشته باشن. حالا وقتی این دوتا با هم خوب کار بشه، نتیجه فضا مطلوب خواهد شد. طول پل طبیعت 300 متره و وسعتش هم 7000 متر مربع. عرضش بین 6 تا 13 متر متغیره. دهانه‌های پل بزرگترینشون 94 متر و کوچکترینشون هم 39 متر هستش که به خاطر طول زیادش نیاز بود که سازه ضخامت زیادتری داشته باشه. ضخامت طوری طراحی شد که خودش به اندازه‌ای باشه که تبدیل به یک فضای معماری بشه و همین باعث شد که پل طبیعت 3 طبقه بشه. همه المان‌های موجود توی پل در عین حال که دارن فرم و فضای پل رو میسازن، همشون به صورت سازه‌ای دارن عمل میکنن و باعث ایستایی پل میشن. این 5 تا اصل مهم دلیلی شد که شما پل طبیعت رو امروزه به این شکل میبینید. راستی اینو قبول دارین که بعضی وقتا رویاهای بزرگ از کوچکترین نگاه‌ها شروع میشه؟ لیلا تو یکی از مصاحبه هایی که داشت تعریف میکرد حتما همتون تو کوچه پس کوچه های تهران قدم زدین و از محله های عبور کردین که رودخونه هایی ازش میگذره. هنوز دانشجوی رشته معماری بودم. با یکی از دوستام داشتم تو یکی از همین محله های قدیمی قدم میزدم، خیابون ظفر. وقتی از روی یه پل کوچیک زیرش هم رودخونه‌ای بود رد می‌شدیم، دیدیم یه خونه‌ای مبل قدیمیشو گذاشته بیرون در که احتمالاً هر کسی میخواد بیاد برداره و ببرتش. ما هم این مبل رو با هزار سختی کشیدیم و آوردیمش روی پل و یه تصویر زیبا دیدیم. همونجا وسط شلوغی شهر نشستیم و به رودخونه نگاه کردیم. اون موقع به خودم گفتم چقدر جالب. ما همیشه عادت داریم از روی پل‌ها رد شیم. ولی اگه وسط یه پل مکث کنیم و به اطراف نگاه کنیم، تصویرهای جدیدتری رو می‌بینیم و فضای جدیدی رو می‌تونیم تجربه کنیم که با ابتدا و انتهای پل متفاوته.
موقعی که مسابقه پل طبیعت برگزار میشد، اولین چیزی که به ذهنم رسید خاطره هم روز بود. این تجربه ساده جرقه‌ای شد واسه طراحی پلی که فقط واسه عبور نباشه. پل طبیعت تونست یه چیز مهم رو ثابت کنه. اینکه میشه تو دل یه شهر شلوغ و ماشین محوری مثل تهران یه فضای جمعی و انسانی درست کرد. شهری که بیشتر واسه ماشینا طراحی شده، نه آدم‌های پیاده. بهترین نشونه واقعی دیده شدن این طرح واکنشی بود که دنیا به پل طبیعت نشون داد. این طرح خیلی زود اسمش توی لیست مهمترین مجله‌ها و محفل‌های معماری دنیا قرار گرفت و کم کم به یه نماد تبدیل شد. نمادی از معماری انسانی، خلاق و معنادار توسط یک زن، اون هم یک زن ایرانی. در مورد لیلا اطلاعات زیادی ثبت نشده، اما توی مصاحبه هایی که باهاش انجام شده به نکات جالبی رسیدم. دختری بود که اصلاً دوست نداشت مورد توجه باشه. آزاده اکبری مصاحبه‌گری بود که واسه مجله زنان می‌نوشت. اون تعریف می‌کرد: واسه پیدا کردن لیلا زیر پل طبیعت زحمت زیادی نکشیدیم. تکیه داده بود به میله‌های پل، تو پس زمینه‌ای از کوههای البرز و به عکاس لبخند می‌زد. عکاس چندین بار ازش خواست جاشو عوض کنه، اما انگار به دوربین عادت کرده باشه. راحت وایستاده بود و اعتراضی هم نمی‌کرد. اون روز من سومین مصاحبهش بودم. بعد از سخنرانی که همون روز تو دانشگاه تربیت مدرس داشت، مصاحبه‌های دیگه‌اش با شبکه العالم و اسوشییتد پرس رو رد کرده بود. مردمی که از کنارش رد می‌شدن غرق توی پیاده‌روی عصرگاهی خودشون بودن. کسی حتی فکر هم نمی‌کرد که این دختر جوان طراح پلی باشه که دارن از روش رد میشن. ازش پرسیدم چرا انقدر مهمه که یک زن جوان بتونه پلی رو طراحی کنه و بسازه. اون کمی فکر کرد و جواب داد: شاید چون کمتر پیش میاد، ولی این مسئله که من طراح پل شدم نتیجه خوششانسی بزرگی بود که در زمان درست و توی جای درست بودم. به خاطر پروژه هایی که در اون زمان انجام میدادیم، مثل پروژه آمفی‌تئاتر، آب و آتش و بازار گل و اجرای پل ابریشم، اینا همش دلایلی بودن که ما رو هم واسه طراحی این پل دعوت کردن. وای که چقدر این دختر متواضع و فروتن بود. اون موفقیتش رو حاصل تلاش یک تیم میدونست. ازش پرسیدم: لیلا، حالا چرا تو چهره این تیم شدی؟ و اون گفت: چون وقت زیادی واسه پروژه گذاشتم و چند بار طرح پل رو عوض کردم، ولی باز به خاطر تواضعش ترکیبی از شانس و معمار اصلی بودنش رو دلیل دیده شدنش میدونست. لیلا همیشه از سخنرانی که توسط یک معمار ژاپنی به نام مستر ماکی برگزار شده بود به عنوان یک اصل مهم در زندگیش یاد میکرد. اون میگفت وظیفه یه معمار اینه که با خلق فضا به مردم حسایی رو بده که به دنبالش هستن ولی خودشون انگار از اون آگاهی ندارن. جوابی هم که لیلا در مورد ازدواج نکردنش داد این بود: تا حالا کسی رو ندیدم که بدونم میتونم بقیه عمرم رو باهاش زندگی کنم، چون همیشه در حال سفر کردن بین ایران و کانادا هستم. فکر میکنم واقعا کسی نمیخواد با شخصی که تکلیفش مشخص نیست وارد رابطه بشه. شاید 10 سال دیگه پشیمون بشم از مجرد بودنم، ولی واقعیت اینه که تأثیری که این پل روی این همه آدم داشت، آدم‌هایی که حتی نمیشناسمشون، حس ارزشمندی بهم داد که ممکنه به قیمت از دست دادن خیلی چیزا باشه. گاهی فکر میکنم شاید همه نتونن همه چیز رو داشته باشن. اون راجع به علاقه‌اش به موسیقی هم صحبت کردم. میگفت ترانه‌هایی رو به زبان‌های مختلف پیدا میکنم و میخونم. اینجوری هم ترانه جدید یاد میگیرم و هم آواز میخونم. مسیر زندگی همچین آدمی اینجوری شکل میگیره که با دلش پیش میره. هرچی که بهش الهام بده، هرچی که بهش حس زندگی بده. شاید اینجا موسیقی واسش مثل راهنما بوده. چیزی که یادش داد احساسات چقدر حائز اهمیتن. لیلا واسه طراحی پل جایزه‌های زیادی گرفت، اما بعد از گرفتن جایزه بین‌المللی آرکیتایزرهای مثبت تونست تیتر رسانه‌های داخلی و خارجی بشه.
این جایزه به خاطر تجلیل از بهترین پروژه‌های معماریه و به افراد این امکان رو میده که آثارشون در سطح جهانی معروف بشه و با حرفه‌ای‌ترین‌های صنعت خودشون رقابت کنن. با گرفتن این جایزه، لیلا تو ایران برنده معتبرترین جایزه معماری جهان شد و اسم و تصویرش تو رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدن. خودش هم از این همه استقبال شگفت زده شده بود و میگفت شاید علت این همه توجه خبری زن بودن و جوان بودنم باشه. عراقیان از این همه بزرگنمایی خوشحال نبود. در صورتی که میدونیم خیلی شیفته‌ای چنین توجهی هستند. اون میگفت هر چقدر آدم صداقتش بیشتر باشه جای صفری وای میسته. عراقیان تو کارنامه کاری خودش یه اثر درخشان دیگه هم داره. پروژه بازسازی پوشش پارچه‌ای سقف استادیوم میسیپولیس در ونکوور کانادا که به عنوان دستیار فنی توسط شرکت آلمانی هایتکس تنسایل استراکچرز انجام شد. او همچنین تو دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آمریکایی دبی و دانشگاه آنهالت آلمان سخنرانی‌هایی رو در زمینه تاریخچه سازه‌های پارچه‌ای در ایران، معرفی شرکت دیبا و پروژه پل طبیعت انجام داد. و در سال 2016 جایزه معماری آقاخان رو دریافت کرد. وقتی در سن 26 سالگی برنده طراحی این پل شد، سن کمش باعث شد بعضیا به توانایی‌اش شک کنند. اینکه یه پروژه بزرگ و مهم رو به یک معمار جوان بسپرن، خودش چالش بزرگی بود. اما این چالش نه تنها اونو نترسون، حتی باعث شد او با خلاقیتی 2 برابر بین رویاها و واقعیت تعادل برقرار کنه. اون به عنوان یک زن در دنیای معماری با موانع فرهنگی و اجتماعی هم روبرو شد. تو جامعه‌ای که معمولاً پروژه‌های بزرگ رو به مردها میدادن، اون باید ثابت میکرد که شایستگی و تواناییش کمتر از کسی نیست. این چالش واسش فرصتی رو به وجود آورد تا دیدگاه‌ها رو تغییر بده و راه رو واسه بقیه زنها باز کنه. هرچند این مسیر واسه یه معمار جوان اصلاً آسون نبود. اما گاهی خلاقیت و دانش میتونه از تجربه کم هم جلو بزنه. با مطالعه داستان زندگی لیلا خیلی چیزا رو متوجه شدم. اینکه زنها توانایی خلق چیزهایی رو دارن که از نظر احساسی و انسانی میتونن عمیق‌تر باشن. سن، جنسیت و محدودیت‌ها نمیتونن مانعی واسه خلاقیت و اراده انسان باشه. وقتی تو تواناییات رو باور داشته باشی و سختی‌ها رو به فرصتی واسه رشد تبدیل کنی و خلاقیت رو با عشق و پشتکار دنبال کنی، واقعا میتونی چیزی رو خلق کنی که هم موندگار و هم الهام بخشن واسه دیگران. به تاریخ که نگاه میکنیم، میبینیم همه نوآوری هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده پیرو همین تفکر بوده. نگاه کن وقتی برج ایفل ساخته شد، خیلی‌ها میگفتن چرا باید همچین چیز بی‌مصرفی وسط شهر بلند شه؟ ولی الان دیگه شده نماد کشور فرانسه. یا وقتی استیو جابز به جایی که فقط یه گوشی دیگه بسازه آیفون رو طراحی کرد که کسی اصلا فکر نمی‌کرد دنیای تکنولوژی دیگه هیچ وقت مثل قبل نشه. آدم‌هایی که دنیا رو عوض کردن فقط یه قدم جلوتر نرفتن، اونا یه قدم بیشتر رو دیدن. بالاتر از بایدها و نبایدها، بالاتر از انتظار، بالاتر از عادت. و شاید مثل لیلا عراقیان بالاتر از اون چیزی که جامعه از یه زن یا حتی از یک مهندس انتظار داره. زنایی که یه روز برخلاف جریان عادی دنیا حرکت کردن، فقط مسیر خودشونو باز نکردن، راه رو واسه خیلی دیگه هم هموار کردن. توی این اپیزود رفتیم سراغ قصه یکی از معمارهای برجسته زن ایرانی و یه چیز واسمون روشن شد. تغییر گاهی با یه سوال ساده شروع میشه. واقعا امیدوارم شنیدن این داستان یه جرقه کوچولو تو دل تو هم زده باشه. شاید قدم بعدی از خودت شروع شه. هوشنگ ابتهاج میگه به سان رو که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش. باهاتون خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم واسه افزایش خودباوری در دخترهامون بهتون نیاز دارم و از شما میخوام که توی انتشار این محتوا بهم کمک کنید. چارچوب بدنت
چون تهمتن، روحت آرام و قوی مثل یک زن.